بیشتر آدم‌ها دوست دارند آنشان تمیز و مرتب باشد. به هر حال تمیزی و بهداشت برای یک زندگی سالم ضروری است. اما خانه‌های وجود دارند که به قدر کثیف و نفرت انگیز هستند که هیچ آدم عاقلی تمایلی به زندگی در آنها ندارد. با این حال برخی افراد در چین خانه‌های زندگی می‌کنند. در ویدیوی امروز تعدادی از وحشتناک‌ترین خانه‌هایی را به شما نشان می‌دهیم که حتی به صورت رایگان هم تمایلی به زندگی در آنها نخواهید داشت. پس حتما تا آخر ویدیو را تماشا کنید و لایک کنید. شروعی تازه. زن جوانی به نام لوسی شن از فولام انگلستان یک همسایه پیر و مرموز داشت که اطلاعات زیادی از او نداشت. این خانم مسن بیش از 20 سال بود که در آپارتمانی روبروی روسی زندگی می‌کرد و همسایه او بود. این زن هرگز کسی را به خانه‌اش دعوت نمی‌کرد و در نهایت به جز روسی دیگر کسی هم سعی نمی‌کرد وارد خانه شود. ظاهرا این خانم پیر هیچ دوست یا خانواده‌ای نداشت و به ندرت از آپارتمانش بیرون می‌رفت. اما یک روز سرنوشت‌ساز در سال 2016 به طریق زن سالخورد از خانه‌اش بیرون ماند. لوسی به عنوان یک همسایه خوب به او کمک کرد تا دوباره داخل شود. اما بعد از ورود به آپارتمان و نگاه کردن به اطراف، دهان لوسی از تعجب باز ماند. همه جا پر از مدفوع انسان بود و بوی وحشتناکی به مشام می‌رسید. همه سطوح قابل مشاهده با کثیفی و چرب پوشیده شده بود. مبلمان تکه تکه شده بود و تخت خواب فوق‌العاده کثیف، قدیمی و به داخل فرو رفته بود. احتمالاً این زن سالخورده روی زمین می‌خوابیده. به جای تمیز کردن هر گوشه و کنار تا زمانی که پاک شود، او تمام وسایل کثیف از جمله توالت فرنگی را دور انداخت. این خانم مسن مشکلات حرکتی داشت. خودش را 13 سال بود که نشسته بود و لوسی او را اما کرد. او تا جایی که میتوانست خانه را تمیز کرد. او همچنین از دوستان فیسبوکی خود کمک خواست و وضعیت این زن مسن را برای آنها توضیح داد. پلیس و تریل مورد نیاز برای خانه تهیه کرد و پاسخی که دریافت کرد فوق‌العاده بود. دوستان و در با تمام وسایل مورد نیاز را برای او فرستادند. حتی برفی برای کمک به او در تمیز کردن آوردند. آنها همه چیز را از بالا به پایین تمیز کردند. مبلمان شکسته را جایگزین کردند. وسایل الکترونیکی را تعمیر کردند. کابینت ها و یخچال را پر از غذا کردند. تکمیل این کار 60 ساعت طولانی طول کشید. خانه کاملا نو به نظر می رسید. این اتفاق همچنین زن سالخورده را تشویق کرد تا با افرادی که خانه از را نگاه داده بودند صحبت کند. زن سالخورده در واقع از مشکلات روحی و روانی و زوال عقل رنج می‌برد. او هیچ دوست یا خانواده‌ای نداشت که از او مراقبت کند. با این حال به دلیل مهربانی لوسی او سرانجام انزوای پولخواستی خود را رها کرد و به مدت 2 سال به دیدار او ادامه داد. آنها دوستان خوبی شدند. اما متاسفانه زن سالخورده در سال 2018 درگذشت. اما حداقل سالهای آخر عمرش را در آن وضعیت افسرده کننده که چندین دهه در آن زندگی می‌کرد درگذراند. سیل پوشک. برای افرادی که برای یک شرکت نظافت صحنه جرم در فیلادلفیا کار می‌کنند، این یک شان رویایی است. آنها واقعا صحنه‌های جرم را تمیز می‌کنند. اما همچنین اغلب برای تمیز کردن خانه‌های افراد مبتلا به اختلال احتکار استخدام می‌شوند. کار آنها آسان نیست، اما هیچ چیز نمی‌تواند بدتر از خانه‌ای باشد که در ابتدای سال 2021 از آنها خواسته شد آن را تمیز کنند. آنها برای ورود و شروع کار مجبور بودند لباس‌های محافظ خطرناک بپوشند. در داخل با کوی از پوشک‌های استفاده شده و قدای بهداشت مواجه شدند. انبوهی کانقدر بزرگ بود که تقریبا به سقف می‌رسید. به این همین ماجرا نبود. بعدا مشخص شد که لوله کشی خراب شده است. بنابراین صاحب خانه به این ایده درخشان استفاده از پوشک و پد افتاده است. احتمالاً هزینه آنها بسیار بیشتر از چیزی بود که یک لوله کش می‌توانست هزینه کند. زبانه‌های تیک تاک. یک تیک تاکر به دلیل داشتن اتاق خوابی به شدت برافریخته به صورت آنلاین مورد توجه قرار گرفت. هیچ فرد عاقلی نمی‌خواست وارد آن شود. اتاق قبلا شبیه یک سطل زواره سرویس بود. اما در ژانویه 2022 فهم بویدن تصمیم گرفت اتاق خواب خود را به عنوان یک چالش کم کم مرتب کند. بنابراین به جای تمیز کردن کامل اتاق، هر روز یک مشت زباله برداشت و آن را در فید تیک تاک خود مستند کرد. هفته‌ها طول کشید تا توده‌های غذا، بسته‌بندی‌ها، توبه‌های خالی و جعبه‌های پیتزا را تمیز کند. اما سرانجام در روز 180 مردم واقعاً توانستند کف اتاقش را ببینند. خانه اتکا کننده ناشناس. تصاویری از این خانه کثیف کابوسوار در سال 2018 به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شد. اما هیچ کس نمی‌داند چه کسی در این مکان یا چگونه زندگی می‌کرده.
اما قطعا کسی در اینجا زندگی می‌کرده. زباله‌ها از ناکجاها ظاهر نشدند، نه تخت خواب موبت و نه فرسودگی مبلمان. روی یخچال هم یادداشتی بود که روی آن دستور غذا نمیشه شده بود، اما از روی و ابریختگی به نظر می‌رسید که صاحبان آن فقط پردقال می‌خوردند. هیچ راد وجود ندارد که صاحب این خانه هیچ تمایلی به تمیزی ندارد، اما در یک حسابی یک تهی زمینی بین زباله‌ها پنهان شده است. اما مطمئنم میتواند شرط ببندیم که هرگز از آن استفاده نشده است. ثروت بادآورده. این مرد اهل هانوفر پنسیلوانیا پس از عدم پرداخت اجاره از خانه خود اخراج شد. او ملف را رها کرد و آن را در شرایطی رها کرد که احتمالاً کابوس‌هایی را برای صاحبخانه به وجود آورد. ما هرگز این همه قوطی و کارتون آبجو ندیدیم. به نظر میرسد این مرد به بادلایت اعتیاد داشته است. توده‌های قوطی‌ها آنقدر بلند بود که این مرد در واقع جعبه‌های پیتزا برای جابجایی در خانه پلکان ساخته بود. یکی از همسایه‌ها فاش کرد که این مرد 17 ساعت در این خانه زندگی می‌کرد. در حالی که مقدار زباله‌ها کم نیست، اما ویدیوی این آشغال‌ها توسط صابخانه جدید پینه‌برداری شده است که متأسفانه بدون دیدن داخل مرد آن را خریداری کرده است. کثیفی و تخریب. استنلی جندک که کارمند فنی یوتیوب است، در سال 2017 تصمیم گرفت کثیف‌ترین ملکی را که تا به حال دیده است بررسی کند. آنقدر کثیف بود که دولت آن را محکوم کرده بود و قرار بود تخریب شود. در به سختی باز می‌شد، زیرا زباله‌ها روی هم ترنبار شده بود. کوه‌های زباله با ارتفاع 4 فوت در همه جای آن مکان وجود داشت. یک توده عظیم از پوشک‌های استفاده شده در پشت آن وجود داشت. روی سقف حضورات انسانی وجود داشت. هیچ کس نمی‌توانست بگوید چگونه به آنجا رسیده است. صاحبان اصلی خانه مشکل احتکار بسیار ولی داشتند. معلوم نیست آنها چگونه توانستند مدت‌ها در این آشغال‌ها زندگی کنند. افرادی که آن را تمیز کردند باید زمان سختی را گذرانده باشند، اما باید این کار انجام می‌شد، زیرا سیاست‌های بازیافت به شما اجازه نمی‌دهند زباله را با آوار دور بریزید. زنی به نام جان بوش از ولز انگلستان مکان غیر متعارفی را برای زندگی انتخاب کرد. خانه رویایی او در واقع یک پناهگاه جنگ جهانی دوم بود. پناهگاه برق، آب گرم و حتی سیستم دفع فاضلاب نداشت. اما جان عاشق طبیعت بود و می‌خواست زندگی آرامی در روستا داشته باشد. اما بعد از اینکه او شروع به زندگی در آن کرد، اوضاع تغییر کرد. با گذشت سالها او یک مشکل جدی احتکار پیدا کرد. کثیفی از زباله‌ها در داخل انباشته شد تا جایی که حتی نمی‌تواند آزادانه حرکت کند. برای حل این مشکل تیمی نخبه از پاک کننده های حرفه‌ای فراخوانده شدند. او حتی پس از اینکه به دیوارهای سیاه شده، ملافه‌های لکه‌دار و کوه‌های زباله متعفن نگاهی انداختند، پاک کننده ها فکر می‌کرد کار زیاد پیش رو دارند. تمیز کردن پناهگاه ساعت‌ها طول کشید و سرانجام به جای یک سبزآزراد و بول‌پیکر بیشتر شبیه به یک خانه دنج به نظر می‌رسید. حمله موش. مرد سالخورده‌ای که در اشفیلد انگلستان زندگی می‌کرد تنها بود، به هیچ دوست یا خانواده‌ای برای کمک به او نداشت. در سال 2021 هنگامی که شورای محلی برای بازرسی به خانه او مراجعه کردند، از آنچه در داخل دیدن متحیر شدند. این خانه مملو از موش بود. مرد سالمند بیوار بود و نمی‌توانست از خودش چه برسد به خانه‌اش مراقبت کند. این موضوع منجر به جمع شدن زباله و اسباب اساسیه‌ای به دست باده در خانه شد. موش‌ها با دیدن این همه زباله جذب آن شدند و تصمیم گرفتند آن را خانه خود کنند. هر اتاق در خانه به طرز وحشتناکی کثیف بود. همچنین در آشپزخانه برق یا آب جاری وجود نداشت. مفاهمات از اینکه چگونه این مرد سالخورده توانسته مدت زیادی در این جهنم زنده بماند از شگفت زده شدند. اما با انتقال او به یک مرکز مراقبت محلی و پس از تمیز کردن خانه به او کمک کردند. ملکه تمیزی. اوری کاتارینا یک زن فنلاندی است که به خاطر ویدیوهای نظافت فوق‌العاده‌اش معروف است. او در واقع به خانه مردم می‌رود و آنها را به صورت رایگان عمیقاً تمیز می‌کند. به این بدترین خانه‌ای است که تا به حال مجبور به تمیز کردن آن شده است. وقتی برای تمیز کردن حمام رفت، با او اطلاع دادند 5 سال است به آن دست نزدند. تقریباً از رانی خوب هم بدتر بود. اتاق خواب مملو از زباله بود و حتی روی تخت هم کوه‌هایی از زباله وجود داشت. به نظر نمی‌رسید صاحب خانه سالها در آن خوابیده باشد. کف با لباس‌های کثیف و کهنه پوشیده شده بود که به کاشی‌ها چسبیده بود. این خانه متعلق به یک خانم جوان در سوئیس بود که از افسردگی شدید رنج می‌برد. وضعیت او با گذشت زمان بدتر شد و حتی انگیزه تمیز کردن را از دست داد. او این وضعیت را به مدت 5 سال پنهان کرده بود
تا اینکه در نهایت در سال 2022 از اوریک اومد فاس. پلیس با تماس همسایه نگرانی در ویرال انگلستان به خانه رفت که صدای فریاد بلند از آن شنیده بود. هنگامی که ماموران برای جستجو وارد خانه شدند، متوجه شدند که خانواده‌ای با 6 فرزند را زندگی می‌کردند و در شرایط وحشتناکی به سر می‌بردند. خانه پر از کثیفی، مدفوع و جوانگان مرده بود. در هر اتاق یک کوه زباله وجود داشت. تمام سینک‌ها و حتی وان حمام پر از زباله بودند. فضله موش همه جا پیدا بود. افسران قطعاً شوکه شدند و درخواست کمک کردند. کودک‌ها را از خانه بیرون آوردند و والدین به اتهام سحرلنگاری در قبال کودکان دستگیر شدند. احتکار حیوانات. برخی از احتکار کنندگان به جای زباله حیوانات جمع آوری می‌کنند. در سال 2022 پس از گزارش یک مورد احتکار حیوانات، پلیس به خانه‌ای در کالیفرنیا پراخوانده شد. وقتی وارد خانه شدند، با منظره‌ای وحشتناک روبرو شدند. خانه پر از سگ و گربه بود. در واقع بیش از 100 عدد از آنها وجود داشت. زباله‌های آنها هر گوشه از خانه را پوشانده بود و بوی بد و غیر قابل تحملی به مشام می‌رسید. این ارتش از حیوانات خانگی متعلق به یک زن سالخورده‌ای بود که در این خانه زندگی می‌کرد. هنگام تمیز کردن خانه، تیمی نظافت جمجمه‌های مشکوکی را پیدا کردند که به نظر می‌رسید متعلق به گربه‌ها باشد و در قسمت‌های مختلف خانه پراکنده شده بود. بیشتر این حیوانات بیچاره نجات یافته و توسط مقامات اسکا داده شدند. لیان و کنیلیا تزوج هستند که به عنوان تیم نظافت حرفه‌ای کار می‌کنند. آنها در پوبلیای ایتالیا زندگی می‌کنند. تخصص آنها تمیز کردن صحنه‌های جرم است. خانه‌ای که آنها در سال 2019 تمیز کردند، طبق گفته این زوج، منزجر کننده تر خانه بود که دیده بودند. روزنامه‌ها آن را کثیف‌ترین خانه بریتانیا نامگذاری کردند. این زوج در داخل خانه با تعداد زیادی بطری سیب ترش مواجه شدند، اما آنها با سیب ترش پر نشده بودند. 250 بطری تا بالا با ادرار پر شده بودند. توالت حتی بدتر بود و نگاه کردن به اتاق زیر شیروانه نیز باعث دعوا آنها میشد. آنها همچنین با یک کشوی پر از سیگار توته مواجه شدند. موفق میتواند افرادی که احتمالاً سخت‌ترین شهادت داریا را انجام میدهند تداعی کنه. رعد وحشتناک. یک زن سالخورده به نام ریتا ولفنسن از بروکلین نیویورک در سال 2016 به بیمارستان منتقل شد. خواهر و جوزت تصمیم گرفت برخی وسایل ریتا را از خانه بردارد، اما در داخل منزجر کننده‌ترین چیزی را که تا به حال دیده بود پیدا کرد. ریتا یک احتکار کننده مزمن بود، اما همچنین نابنا بود. بنابراین او قادر به دیدن کثیفی خانه‌اش نبود. بنابراین هنگامی که جوزت برای پیدا کردن وسایل ریتا در میان انبوه زباله آب قدم می‌زد، چیزی را کشف کرد که ریتا هیچ چیزی از وجود آن در خانه‌اش نداشت. در یکی از اتاق خواب‌های طبقه بالا یک تشک نازک وجود داشت و روی آن یک اسکلت انسان کاملا سالم با لباس‌های کامل ترا داشت. جوزت از خانه بیرون دوید و با پلیس تماس گرفت. معلوم شد این اسکلت متعلق به پسر ریتا بوده است. برای زنی که هیچ اطلاعی از مرگ پسرش نداشت، این اتفاق بسیار گیج کننده بود. هر روز مشخص است که این مرد چگونه مرده است و ریتا ادعا می‌کند که چیزی نمی‌داند. خانه با بوی تعفن. در سال 2018 پلیس به خانه زنی 62 ساله که در آنتاریو زندگی می‌کرد فراخوانده شد. وقتی پلیس وارد خانه شد و داخل را دید، کاملا شوکه شدند. کل کف با لایه‌های ضخیم مدفوع پوشیده شده بود و بوی وحشتناکی به مشام می‌رسید. افسر همچنین صدای میو میوی گربه‌ها را از هر گوشه می‌شنید. وقتی به داخل اتاق خواب رفتند، با تعداد زیادی گربه مواجه شدند. مدفوع ادرار آنها در همه جای خانه به چشم می‌خورد. آنها همچنین یک سگ را در یک قفس کوچک پیدا کردند. حیوانات دیگری نیز در خانه کشف شدند که اکثر آنها از قبل برده بودند. صاحب خانه نفیده داشت که با پناه دادن به حیوانات به آنها کمک می‌کند. او به جرم حیوان‌آزار متهم شد و حیوانات برای مراقبت‌های پزشکی توسط پلیس به دامپزشک مدرج شدند. اگر حیوانات زنده مانده می‌توانستند از کسانی که با پلیس تماس گرفته بودند تشکر فراوان می‌کردند. این آپارتمان در استان تگزاس پر از ته‌سیگارهای استفاده شده بود. انگار صاحب خانه نمی‌دانست چیزی به نام جاسیگاره وجود دارد. ته‌سیگارها از کف تا روی کامپیوتر تمام سطوح خانه را پوشانده بودند. اتاق خواب پر از بسته‌های خالی غذاهای آماده و قوطی‌های نوشابه بود. حمام حتی منزجر کننده تر بود، با مدفوع روی زمین و زباله در سینک. احتمالاً یونا دیگر از ایده زندگی در یک خانه‌ای تعمیرات کشیده بود.